امروز در مسکو ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهردین با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف دایر گردید. تبریکی در شهر خدمات دیپلماتی روسیه قید کرده شده است. وزیران کارهای خارجه هر دو کشور نقشه‌های مهم مناسبت‌های دوجانبه و دورنمای همکاری‌های منبع‌دار را در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و گومانیتاری بررسی کردند. مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی مورد توجه طرفین موقع مهم را در صحبت اشغال کرد. سرگئی لاوروف قید کرده است که وی منتظم با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات میکند. تماس‌های ما با وزیران با وظیفه‌های مهمی که پرزیدنت‌های هر دو کشور منتظم به نقشه میگیرند معین کرده می شود، گفته است سرگئی لاوروف. و همچنین به یاد آورده است که هنگام تشریف پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به فدراسیون روسیه در ماه اپریل سال 2019 سازشنامه‌های بسیار جانبه و گوناگون جنبه به امضا رسیده بودند که در اجرای آنها حکومت‌های هر دو کشور کار میبرند. ما به وضع افغانستان توجه زیاد ظاهر کرده از حضور جنگجویان سازمان‌های تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان واقع در مرز با تاجیکستان و دیگر شریکان خود در آسیای مرکزی اظهار نگرانی می‌کنیم، گفته است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه. توجه به پیشبرد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و هماهنگسازی دو کشور در فرمت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی و سازمان همکاری شنغهای ظاهر کرده می‌شود. جانب‌ها ارزیابی وضع امنیت منطقوی، وضع کنونی در افغانستان، همکاری‌های ضد تروریستی را مقایسه کردند. خبر داده است سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارова. در این ملاقات وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه برنامه همکاری بین وزارت‌ها برای سال 2020 نیز به امضا رسید. شهروندان تاجیکستان که در روسیه قرار دارند میتوانند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. برای رأی آنها در 5 شهرهای روسیه و چسکه‌های انتخاباتی فعالیت خواهند کرد. در این باره وزیر امور خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهردین امروز در مسکو ابراز داشته است. ما با همکسبان روسی خود درباره آمادگی به انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز یکشنبه 1 مارس برگزار می شود خبر دادیم. ما تصمیم گرفتیم که در 5 شهر روسیه در جایهای نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری خود نقطه های آوازدهی کشاییم، گفته است سیراج‌الدین موهردین در نشست مطبوعاتی اید به نتیجه های مذاکرات با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف. نتیجه های پیشکی انتخابات با پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان با احتمال غالب 2 مارس اعلام کرده شود. 63 وکیل به پالاتای پایانی پارلمان جمهوری مجلس نمایندگان انتخاب کرده می شوند. از این شماره 41 نفر از حوزه‌های یک مانداتی و 22 نفر از رویخط‌های حزب‌های سیاسی در حوزه یگانه عموم جمهوری رقابت خواهند کرد. زیاد از 500 ناظران بین‌المللی، هزارها ناظران محلی مانیتورینگ انتخاباتی در پیش ایستاده را انجام می‌دهند و بیش از 100 خبرنگاران رسانه‌های خارجی جریان انتخابات را انعکاس می‌کنند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از تمام شخصان منصبدار حکومت کشور دعوت به عمل آورده است که معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت حربی را رعایت کنند. در این باره امامعلی رحمان در پیام شادباشی خود به افتخار 27مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح تاجیکستان اظهار داشته است. خبر می‌دهد از پلیس. در خبر گفته می شود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید کرده است که رهبران همه سمت‌های حکومت از اعضای حکومت و وکیلان پارلمان تا رئیسان ولایت‌ها، شهرها، ناحیه‌ها، جماعت‌های دهات و شهرک، رهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها، منصبداران دولتی و خود صاحبکاران باید نمونه عبرت جهت رعایت قطعی معیارهای کنستیتوسیون و قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی باشند. فرزندان آنها پیش از همه باید برای خدمت در صف قواهای مسلح آماده باشند. همه در نزد قانون برابرند و همه قشرهای اهالی وظیفه دارند طلبات آن را اجرا کنند. اقتباس آورده است از پلیس از سخنرانی پرزیدنت کشور در جمع‌آمد تنطلبی بخشیده به روز ارتش ملی. طبق اطلاعات خدمات مطبوعاتی سرور دولت، امامعلی رحمان در همبستگی با وزارت‌های مدافعه و دیگر ساختارهای نظامی دستور داده است که برای دریافت راه و اصول‌های هوسمندگردانی سربازان پس از ادای خدمت حربی تدبیرها اندیشند. با نظر داشت وضعیت دشوار و پیشگویی شونده در منطقه و جهان، پرزیدنت به حکومت دستور داده است که شماره ذخیره‌های سفربر شونده یعنی افسران احتیاطی را از 110,000 به 300,000 نفر افزایش دهند.
мегузарем ба мавзӯъҳои ҷаҳонӣ. Дар вилояти Ҳироти Афғонистон бино ба пайдоиши коронавирус дар бадани 3 сокини маҳаллӣ вазъияти фавқулода эълон карданд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Афғонистон Фирозуддин Фирӯз дар Кобул ба хабарнигорон гуфтааст, ки шӯрои амнияти миллии Афғонистон марзҳояш бо Эронро пас аз задани коронавирус баста аст. Ҳамчунин илова намудааст, ки оиди ин ҳолат дар вилояти Ҳирот вазъияти фавқулода эълон карда шудааст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии исломии Афғонистон илова намудааст, ки 3 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус танҳо дар вилояти Ҳирот ба қайд гирифта шудааст. маризон таҳти муроқиби табибон қарор доранд ва вазъи саломатии онҳо ваҳим ба назар намерасад. табқи иттилои расмӣ субҳи имрӯз тақрибан 30 нафари дигар дар сартосари Афғонистон бо гумони доштани коронавирус бистарӣ шуданд, ки аксарияти онҳо дар Ҳирот буданд. طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت تا به حالت روز 23 فوریه شماره آدمانی که با کرونا ویروس نو در خارج از چین سرایت یافتند به 1769 نفر میرسد. طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت تا امروز 2445 نفر قربانی کرونا ویروس در چین شدند. شماره عمومی مبتلایان باشد به 77042 نفر رسیده است. موافق گزارش این سازمان شماره حادثه‌های تصدیق شده گرفتاری به کرونا ویروس در خارج از چین در یک روز 367 نفر را تشکیل داده است. عموما حالت‌های سیرایت‌یابی در 28 کشور به قید گرفته شده است. قبلا وزارت تندرستی چین خبر داده بود که در این کشور زیاده از 22,800 نفر از این بیماری شفا یافتند. در سراسر جهان شماره گرفتاران سرایت کرونا ویروس از 78,800 نفر گذشته است. یک خبر ورزشی دیگر نیز داریم. پهلوانان تاجیک در مسابقه آسیایی به گشتنی آزاد و یونان و ریمی در دهلی هندوستان سزاوار جایهای نمونوی گردیدند. در مجموع در مسابقه 275 پهلوان از 24 کشور قطعه آسیا شرکت داشتند. دسته منتخب ملی تاجیکستان را در مسابقات آسیا آید به گشتنی آزاد و یونان و ریمی 15 ورزشکار از جمله یک جوان دختر نیز نمایندگی کرد. در رشته سبقت گریک رومی تاجیکستان را فیروز میرزا رجب، مبینجان احمدov، عزیدین قمرov، لایق امیرخانزاده، مصلح الدین اوراقov، سهراب عبدالحی و میرزا امین سفرov نمایندگی کردند. در سبقت گشتنی آزاد باشد حکمت‌الله واحدov، محمد خان اکرامov، جمشید شریفov، غلامجان شریفov، بهادر قادرov، اسکندر رستم و فرهاد انقولov با نمایندگی از تاجیکستان قوا آزمایی نمودند. مدال نقره مسابقات را حکمت‌الله واحدov در وزن 57 کیلوگرم به دست آورد و در فینال از رقیب هندوستانیش کمر روی مغلوب شد. همچنین اسکندر رستم نیز در وزن 97 کیلوگرم مدال برنجی به دست آورد. ورزشکار دیگر جوان تاجیک محمد خان اکرامov توانست در این مسابقات بین‌المللی مدال نقره را صاحب گردد که پرچم تاجیکستان را با صدا دادن سرود ملی بلند برداشتند. باید قید کرد که محمد خان اکرامov و حکمت‌الله واحدov 15 سال اخیر به این نمود ورزش مشغولند. آنها در بسیار مسابقه های گشتنی آزاد از جمله در روسیه، ترکیه، رومانیا، قزاقستان و دیگر کشورهای عالم شرکت ورزیدند که در همه مسابقه ها شرف تاجیکستان را حمایت کردند. سامیان ارجمند گلون نیز داریم. شام جمعه 28 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه مهاجر را دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی با رادیوی مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 28 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. شرح آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند.